سلام دوستان، عید نزدیکه و دلم خواست که براتون شیرینی بورما رو آموزش بدم. برای تهیه شیرینی بورما اول 100 گرم کره رو با یه بسته خام خوب مخلوط میکنیم و بعد 5 تا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. میتونیم خمیر مایه رو به آرد اضافه کنیم و یا میتونیم تو نصف استکان شیر حل کنیم و به موادمون اضافه بکنیم. وقتی که خوب هم زدیم آروم آروم آرد رو اضافه میکنیم و قشنگ ورز میدیم. مقدار آردی که گفته شده حدود 800 گرم تا 1 کیلوه، ولی میتونیم تغییرش بدیم، یعنی بستگی به اون قوام آردتون، یعنی آبگیری آردتون داره. وقتی که کم کم اضافه کردیم حسابی ورز میدیم و میذاریم حدود 1 تا 1.5 ساعت استراحت بکنه. بعد خمیر رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و هر کدوم از این قسمت ها رو چونه میگیریم و میذاریم کنار و دونه دونه باز میکنیم و بهشون شکل میدیم. از طرفی باید شیره هم آماده کنیم. برای 1.5 لیوان شکر 1 لیوان آب اضافه میکنیم، میذاریم جوش بیاد. میتونیم از گلاب و زعفرون برای عطردهی و خوشرنگ کردن شربتمون استفاده بکنیم. بعد از اینکه خمیره رو باز کردیم میتونیم با یه پیش دستی اندازه بزنیم که همشون یه دست بشه. به صورت دایره فرم میدیم و هر کدومش رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. موادی که برای داخل این بورماها میخوایم استفاده بکنیم: گردو، پودر شکر، هل و میخک، میتونیم دارچین هم اضافه بکنیم. برای چسبندگی این مواد که توی خمیرمون نپاشه بهش کمی حدود 1 تا 2 قاشق سفیده تخم مرغ اضافه میکنیم. بعد میذاریم و همینجور که میبینین به صورت رول در میاریم. روشو با زرده تخم مرغ رومال میکنیم و میذاریم تو فرن 180 درجه حدود 1 رو برای خودش بپزه. وقتی که در آوردیم همونجوری داغ توی شربتمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حدود 2-3 دقیقه توش میمونه و بعد از شربت خارج میکنیم و توی ظرف سرومون اونا رو میچینیم. میتونیم برای تزیینش از پودر پسته، پودر نارگیل، پودر گردو هم استفاده بکنیم و یا همینطوری ساده میتونیم بذاریم توی ظرف. فوق‌العاده خوشمزه است، فوق‌العاده راحت آماده میشه. هر کی خورده خوشش اومده. امیدوارم شما هم درست کنین و لذتش رو ببرین. تمام نکات و مقدار مواد رو توی کپشن براتون مینویسم. امیدوارم که به دردتون بخوره و توی عید با شیرینی‌های خوشمزه خونگی از مهموناتون پذیرایی بکنین. قراره که چند مدل شیرینی دیگه هم براتون بذارم تا عید خودتون کدبانوگری و سلیقه خودتون رو به رخ بکشین. امیدوارم که روز و روزگار به همتون خوش باشه.